قبل چی می‌خوایم کردی؟ اون چی بود گذاشت تو کیفت؟ بده. چیزی نبود آقا ناظم. سیگار میکش تو بنزین من؟ اینجا جای سیگار کشیدنه؟ ماشاءالله ببینم اینجا کابارس یا مدرسه؟ چه شیکای تحریک آمیزی میزدی آقای احمدی؟ آقا غلط کردم. پس فردا با اولیات بیا. بچه منو چرا اخراج کردی؟ به آقای احمدی پسر شما رو به علت حمل سلاح سرد اخراج کردیم. به خاطر یه دونه چاقو؟ نه والله 2 تا شمشیر آورده بود، یه دونه خنجر، یه دونه هم از اینا چه دکمه داره آورده بود. نمیدونم چه جوری کار میکنه. بچه بیاین گوشیاتون رو بدین، من مدیر میخواد این زنگ بیاد کیفاتون رو بگرده. دمت گرم ناظم پامرام. برای ثبت نام اومدیم. ظرفیت تک میرس، برو سالی بعد بیا. احمدی هستم از بانک. آقای احمدی قدم رنده فرمودید. شاکرم. قدم رو چش سالی ما گذاشتین آقای احمدی. بفرمایید آقای احمدی، ما یه وام می‌خواستیم. زاری چرا داری گریه میکنی؟ چون ماشین ندارم هیچ کی بهم پا نمیده. عزیزم میخواد گریه کردن نداره، بی تو قرعه کشی ماشین 200 هفت خیلی سبت شرکت کن، پس فردا ماشین خودت برو دانشگاه، همه به تا میدن. ها چه جوری ثبت نام کنم؟ کافیه QR کد پشت کتابت اسکن کنی.